عبدالله و ابراهیم دو برادر که در صنف دوم مکتب میانه رقم 70 نویه کوشانیان اخیرا در یک المپیاد اریتمتیک ذهنی سزاوار جای اول شدند. عبدالله صاحب جایزه شد و ابراهیم جای یکم را به دست آورد. ابراهیم و عبدالله استعداد فوق‌العاده داشته با انگشتان دو دست میتوانند یک باره چند رقم را جمع، طرح و ضرب و تقسیم کنند. آنها این کارها را میتوانند حتی هنگام اجرای همزمان برای مثال وقت قرائت شعر نیز برایت انجام دهند. پدرشان مقیم شمسیف که خود آموزگار فن تکنولوژی و اطلاعاتی است به عبدالله و ابراهیم علم اریتمتیک را با اصول ذهنی درس میدهد که ژاپنی‌ها هنوز در عصر 16 کشف کردند. مقیم شمسیف میگوید چنین اصول تعلیم به کودکان امکان میدهد که بدون استفاده کالکولاتور در معاینه‌شان و یا با استفاده دستگاه مخصوص اباکوس همه 4 عمل اریتمتیکی را انجام دهند. این علم بینهایت برای کودکان یاری می‌رساند که به واسطه کالکولاتور، یعنی با دانش خود، با سر خود، یعنی همه این کارهای فیزیکایی، شیمیا یا الگبرا، ماتماتیک را اجرا نمایند. واسطه همین فکرانی منطقی کودک دیگه میشود. میتوانند که کودکان ایجادکار شوند. نویگری‌های جهانی معاصر و رشد بی‌میلان تکنولوژی به کودکان و نورسان امروزه بی تاثیر نیست، زیرا آنها در زمان به وای رسیده ایستادند که قریب همه کارهای قبلا آدمان انجام میداده را امروز به واسطه تکنیک و تجهیزات اجرا میکنند. فعلا اکثریت در حساب و کتاب متماتیکی از کالکولاتور وسیع استفاده میبرند. مثلا محاسبان و صاحبکاران قریب که به کالکولاتور کار نمیکنند، زیرا دقیق و زود شماری کاری سهل نیست و برای آن دانش و ملکه قوی لازم است. عبدالله و ابراهیم باشد این قابلیت را دارند. آنها حتی سرودخوانی کرده همزمان رقم‌های مرکب را در ذهنشان جمع و طرح می‌کنند و جواب درست آن را می‌گویند که این واقعا هم شایسته تحسین است. چند پیش در المپیاد جمهوریوی از اریتمتیک ذهنی دو برادران نورس عبدالله و ابراهیم جان به گرفتن جایهای افتخاری سزاوار گشتند. عبدالله در این آزمون ذهنی شاه جایزه را به دست آورد و ابراهیم دادر او باشد جای اول را اشغال کرد. این نورسان همگی در 1 دقیقه وقت 10 مثال را حل میکنند. وقت شروع شد. مرحمت آغاز کردیم. 15 جمع 14 جمع 15 جمع 32 طرح 1 جمع 36 جمع 54 جمع 69 جمع 85 جمع 36 جمع 64 جمع 35 جمع 12 طرح 3 چند؟ 463. درست است.